این دوره مسابقات ملی سرامیک با محوریت استحکام خمشی دیروز در دانشکده شیمی دانشگاه تبریز آغاز شد و امروز هم به پایان رسید. دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، تالار شهید مدنی، ساعت 10 صبح، مراسم افتتاحیه مسابقه، معرفی و آشنایی گروه ها با همدیگه. شما رفتیم مسابقه؟ نه هنوز، الان داریم آماده میشیم که بریم واسه مسابقه. و آغاز مسابقات دو روزه و سراسری سرامیک دانشجویان کشور. چطور بود مسابقه؟ خوب بود. به هر حال ما تجربه اولمون بود توی مسابقات سرامیک، سراسری سرامیک، چون تا حالا شرکت نکرده بودیم. برای خودم خیلی جالب بود. شما اینجا چیکار می‌کنید؟ ما اندازه‌گیری دقیق نمونه‌ها رو انجام میدیم در حضور خود سرپرستای تیم و نظارت آقای دکتر رضوانی. ما تو خواص مهندسی مواد، خواص مکانیکی رو یکی از پر اهمیت ترین آیتم ها میدونیم، پارامترهای کنترل کننده است. شما از کجا شرکت کردید؟ ما از تهران، دانشگاه مالک اشرف. رفتیم مسابقه؟ نه الان قراره بریم. استرس هم داریم، صدا هم داریم می‌لرزه کم. خبر راضی هستی؟ خدا رو شکر. و بعد از این شور و شوق رقابت سالم، نیم ساعت تنفس و فرصتی مناسب برای مصاحبه با چند تن از دانشجویان. شما از کجا اومدید؟ ما از دانشگاه شهر کرد. 4 ماه وقتی. استان اصفهان. استان کردستان. ما از دانشگاه تبریز شرکت کردیم. مسابقه چطور بود؟ مسابقات خوب بود، سطح مسابقات خیلی خوب بود. خیلی شور و هیجان بالایی داره. از کجا اومدین شما؟ دانشگاه ملایر. شما با هم هستین؟ بله، یه تیمی. میزبانی چطور بوده؟ والله نسبت به پارسال که دوستامون رفته بودن خیلی بهتر شده. دانشگاه تبریز میتونم بگم که دومین دانشگاه کشور هست که رشته مهندسی سرامیک رو در واقع پایه‌گذاری کرده، تأسیس کرده از سال 73. به نظر من بهترین فرصت بود برای اینکه ما بتونیم توانایی‌های خودمون رو در این مسابقه در واقع معرفی بکنیم. و بازگشت دانشجویان به تالار و آغاز دوباره مسابقات سراسری سرامیک. 35 گروه از 16 دانشگاه معتبر کشور در این مسابقات شرکت کردند و بیش از 100 نفر دانشجوی غیر بومی در این مسابقات رقابت می‌کنند. شما از کجا شرکت کردید؟ از دانشگاه تبریز. مقام میارین ان شاءالله؟ هرچی خدا بخواد، نمیدونم. الان شما میرین دیگه نه؟ استرس دارین؟ یه خورده کم. چی شد؟ خب گفتم که عملیات حرارتیمون نیمه کارمون به فاز شیشه‌ای نرسید و همین خاطر تو 4 کیلوگرم شکست. از دانشگاه تبریز عرضم به خدمت شما. کدتون چند بود؟ 1340 رو زدیم. نسبت به اون یکی نمونه هایی که مثلا اینجا شکوندن خیلی بهتر بود. در این رقابت ها پس از ارزیابی هیئت داوران، دانشگاه تبریز اول، دانشگاه آزاد مشهد دوم و پژوهشگاه مواد و انرژی ایران سومین گروه برتر مسابقات معرفی شد. خب طبق روال روزهای فرد ما در این بخش